اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن دیگر ای شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخوایم رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و بر خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه اینها را از بین خواهیم. ما بعد از اینکه فهمون به اینا که شماها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند، حالا که اینطور شد ما انقلابی با شما رفتار میکنیم. اینا اگر چنانچه هرچه دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لکن بیرون دیگه نمیتونن. اینها باید منزوی بشن. اینها بعد از این هم ما گرفتاری داریم. فردا قضیه رئیس جمهور است، همین بساط و همین خونریزی و اینها در قضیه مسجد مجلس شورا بدتر از این خواهد شد، یا خیلی بدتر از این خواهد شد. ما باید جلو مفاسد را بگیریم. ما موظفیم از طرف اسلام که مصالح مسلمین را حفظ کنیم. همه موظفیم، همه ما موظفیم که مصالح اسلام را حفظ کنیم و این طوائف دارن مصالح اسلام را از بین میبرن. بنابراین در کمال تأسف ما دیگر نمیتونیم اون آزادی که قبلا دادیم بدیم و نمیتوانیم بگذاریم این احزاب به کار خودشون به فسادهایی که داشتن میکردن و میکنن چیز بدن. ما نمیتونیم مهلت بدیم، شرعاً جایز نیست برای ما دیگه مهلت. تا اونجایی که ما میتوانستیم و خطا هم کردیم و من تصدیق میکنم که خطا کردیم، هم ما خطا کردیم، هم دولت خطا کرد، هم شورای چیز خطا کرد، همه ما خطا کردیم. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار میکنیم. همچون ما با انسان سر و کار نداریم، ما یا با حیوانات درنده سر و کار داریم. نمیشه با حیوانات درنده ما ملایمت بکنیم و نمی کنیم دیگه ملایمت.